سلام، اسم من آریانه. بعد مدت ها خوش اومدیم به این ویدیوی دیگه همراه با امیر رفیق خوبمون. حالا بیشتر باهاش آشنا میشین و بریم سراغ ویدیو. دهنه تو سرویس اقدر نگرفته اینترو. خیلی وقت اینترو نگرفتم، خیلی وقت نبودم دوستان. میدونم دلتنگ من بودین، همون 12 نفری که ویدیو رو نگاه میکردن داشتن له له میزدن. اصلا هم خیلی هاش اکانت خودم نبود، اکانت خودم نبودن، رفتم ویدیومو نگاه میکردم. خب آقا امیر، اونجایی که شما انگلیزیت خیلی خوبه، خیلی دوست دارم شما چیز کنی، کارو در بیاری. دروغ آقا، تو رکورد قبلی نتونستیم. امیر حالا نه خلاصه بگو، نمیخوام خیلی چیز کنی، نمیخوام اصلا خیلی داستان دیگه من نمیدونم مرد. آقا این چیز خلاصه که الان داره میگه، یه نژادی بوده به اسم نفلیم ها، خیلی خفن بودن، خیلی قوی بودن، یه چیزی شبیه مثلا شیطان و فرشته، یه چیزی بین این دوتا بودنه. بعد آقا اینا خیلی قوی میشن و میگه شورایی که داخل گیم وجود داره 4 تا سوارکار هورسمنا رو میفرسته که این نژاد از بین ببرن. خود اون هورسمنا هم از نژاد نفلیم بودن ولی قوی تریناشون بودن. مرگ، جنگ، خش و استرایف که حقیقتش معنیش نمیدونم چی میشه. آقا امیر شما اطلاعی نداری؟ خیر خلاص این 4 تا این نژاد رو کلا منقرض میکنن و به خدمت شورا در میان. الان هم شورا داره میگه سوگواری نکنید و شک نکنید و کارتون درسته و این چیزا. اگه گیم پلی دارکسایدر یکی هم که رکورد کردم، حالا کامل نشده، مقدار مشکلات اینترنتی داریم، دانلود که بشه دوباره اونم ادامه میدیم. اون رو نگاه کنیم متوجه داستان اولیه گیم میشین. این سری یه مدت قبل از حتی سری اوله، داستان این سری جنسیس. این 4 سوارن که دارین میبینین الان. یه مرگ و جنگ کجان مهم نیست. میگه باید برین سراغ لوسیفر، هدفتون فعلا لوسیفره. اینجا برای اولین بار مثل اینکه لوسیفر میخواد بره سمت شیاطین، سمت انسان ها، از تو جهنم میخواد بزنه بیرون. میگه سمایل یک از شیطان‌های قدرتمند که داخل همه سری‌ها تقریبا میبینینش، میگه داره با لوسیفر همکاری میکنه. و بریم ببینیم داستان از چه قراره. خب قلعه سمایل دارن حمله میکنن آقا امیر. منی که اینجا منتظر این بایتم. میگه انمی ها زیادن. آریان کشمکش و جنگ منیش راجب استرایف کشمکش و جنگ. خب جنگ، خب خیلی خب این دارم میگن چطوری باید براتون داخل قلعه، خیلی چیز نیست. پس یعنی میشه مرگ، جنگ، عصبانیت، خشم، کشمکش و جنگ. داشون اسم خفنی داره داشون. آقای کشمکش هستم، این کاراکتر منم هستا. عده زوری، میدونی یه نفری آنلاینی یا نه؟ زوری ها؟ آنلاینی یا نه؟ آد به زور امیر منو به شلاق اورانیوس has joined. Where are you اورانیوس؟ ورم آیم این لودینگ. سلام علیکم. و امیرم وارد بازی میشه. هندی گرفت منو یه لحظه. نه آقا این ویدیو رو میخوام بدم یوتیوب، نمیتونم این کارو همیشه گیرو کنیم آقا. همه جان سرویس بند میکنه، نمیدونم میگه اگه ادای کی رو در بیاره بند میکنه. باشی نکنه کارو. من آدم ریسیستی نیستم دوستان عزیز. برو آقای تانک. آقای تانک ها؟ آقای تانک دیگه چیه آقا؟ وار تانک چی؟ اچ بیت. برو اگرو بگیر. ای کی دندونامو سرویس کردن، خوب اومدن. برو بالا و چیزه رو بگیر. همین دارم میرم من. کوینه به چه درد میخوره؟ چی به چه درد میخوره؟ اون برای لول اپ مونه دیگه. کوینی که میده برای لول اپ و لول خریدنه.
و برای جفتمون هم یکسانه، پس تمام لول ها رو من میگیرم. اوکی آقا قبول میکنید تریدو؟ حتما. چیزی باید بزنم؟ ها نمیگه، میگه رو اسبم باید بیام ها. امیر من یادم رفت داره اینجا باید بیام بالا. کجا؟ بیا اینجا دیگه. عذرخواهی میکنم آخه نه با اسبم یادم میشد پرید. کی تمام زدی آره. احساس کردم با اسب میشه خرید. بال میزنم کف داره. نقشه رو گرفتی؟ آره. بعد جمونگو داریم اون وسط. ماشاءالله. ما رو اینجا دارن چکیمو میکنن. پیستول دستش گرفت. این اچ پی پایینم باز کن امیر. کجایی؟ بدیش کن بابا. از هیچی نمیترسه. برو شمشیر رو نشونش بده. دایره بزن بهش. سر این لول این درس عبرتی بود یعنی این زدم بقیه‌شون بترس. خیلی خوب بدش کن. میگه تیرا رو میتونی عوض کنی. داکو داستانه که میگیری چی انا؟ خب در رو وا کن عزیزم. L1 رو بگیری شوکراس بالو پایین کنی عوض کنی. من تیر عوض کنم. تیر ندارم فعلا که عوض کنم. خب بس اینجاست. آره. منم میام نزدیک. اوه اندی تا اینکه دوزیات هم ناقص بود آجی. بری ویدیو رو نگاه کنی هی این چیه همین اینجا اونو گرفتی اون بالا؟ آره اینا توش بود برای همین اومدم. کجایی من نمی این جاده است. اینه این که پایینش باشه. اینجا چیه؟ بریم اینجا یه جاده دیگه است. بیا اینجا رو بگردیم اول. اینجا خود یه دونه دیگه جواب هم پیدا کردم ولی این بغل بگردیم. بیا دنبالم. دارم میام. نه دنبالم واسه هیچم راه اولمونه. آقا خنده نکن دوست عزیز. حالا اون راهی که اومدیم کجاست؟ یه جوری گفتی بیا دنبالم. امیر گم کردیم راه. اینو بزن. اینو بشکن. این جاده باز شد. شورتکات بود که باز شد. دوستان عزیز اومدن. پول همین اینا پولن ها. بزنشون. من اینو وا کنم یه پولی به اون بده. همون جایی که داریم ویدیو بنده رکورد میکنیم میدونم که شما آدم مهربونی هستی و میذاری تمام لول ها رو من بگیرم. حتما همینجوره. امیر بخشنده باش. اوه جکی تو دسک. آقا امیر خودتو کورتونال کن آجی. او یکی تیر رو کی به من میده؟ الان میشینی که بهمون داده چیه دقیقا؟ الان باید بریم داخل قلعه سامایل ببینیم سامایل داره با لوسیفر همکاری میکنه که میخواد بره رو زمین یا نه. الان اینجا داستان اینه که لوسیفر میخواد مثلا برای اولین بار بره آدما رو گول بزنه. میدونی آدما تازه اومدنه. نژاد جدیدی ان. تازه اومدی آقا امیر رو زمین. خیلی خوب. این سمت رو داریم اون سمت هم داریم. بگردیم اول میخوای. خوب ماشاءالله امیر. تورنادو. فکر کنم این مسیر اصلیه. بریم بالا.
کیو میزنی داداش؟ حاجی اون تیر خفنا رو بهم بده. اوه دوم شوی قدرت. برو بالا منم برم الان. برو اونو بگیر، برو اونو بکش بالا. نمیذاره بگیرم چرا؟ گرفت. بیا الان خودت هم فکر کنم بتونی بیای، من رفتم. خیلی خوب. الان اومد. کچ هورسمن. اما هورسمن خودش کچ میکنه بقیه رو. اینو صورت فینیشراشو دوست دارم. فکر کنم گلوله رو بمیده الان. نه آقا تو این چند تا گرفتی دوست عزیز؟ نوبت منه. دارن اینوایت میده. آره به به. چارج شد تو داد. بیا اینجا. بذار امیر بذار. بوم بکلت. خیلی خوب. این میگن تیر. استفاده نکرده بودم، نداشتم کلا. فکر کنم برگشتیم. به مسیر اصلی نبود انگار. ولی جای خوبی بود. تیره تو گرفتی؟ این میگن گوگوله آقا امیر. نه دیگه درست داریم بریم. نه میگم گوگوله. گلوله چی بود؟ نه درست داریم میریم. برنگشتیم سر جا اولمون. نه دیگه درست داریم. اونورم باید یه چکی برم. آریان کدوم بر یا خواهیم برم مسیره. کوین داد. من مردم آریان. بای بای. ای خدا حاجی هی فکر میکنم ردد چیه با این چیزا عجیب غریبی میخوام دش بزنم. نمیدونم فقط بازی ها مزخرف بازی کردیم. حتی مزخرف که نیستن ولی مزخرف ها. نه آقا میگم زیاد و مزخرف چه فرق. RPG بوم بکرد. لورد آف بلک. این سری سابجکت ها به چه دردی میخوره؟ چیزن وقتی کاملشون کنی، مثلا این سیتا رو کامل کنی یه عالمه بهت پول میده یا میتونی لول اپ کنی دیگه. به پایین چک کنیم. ویو رو با هم نگاه کنیم. نه آجی من تانکم فعال شد. Demon lords need a reason to wage war with one another. Yes not, but they will provide an راجع به جهنم میگن جنگ علیکی داخلش چیز میکنه. شیطانای علیکی دوست دارن با هم دعوا کنن. چیز خاصی نبود. یه بخوام بگم البته دلیل اینکه درست هم متوجه نشدیم هست که نمیتونیم درست بهتون بگیم چی میگن. به هیلا رو بردار. علی آرپیچی همه او سمتو ولی نگاه نکردیم امیر. ولی بالاخره برای خودمون میدونی؟ آره من مرد. نه امیر نرو. حاجی یاد اون چیز پاتریک میافتاد در پایین. نه بابا من با والجان به این مشکل دارم. ضربه در نزن بذار برسی به دیوار. نه ماشاءالله آقا امیر سمت من نیا برو بر. سمت من نیا برو اون بر. ضربه در ماشاءالله امیر.
اینو که زدیم یه سر بعد یه عقب گردی بریم امیر فکر کنم. باید میدونم چیزی بده ولی آره. چرا پول کلی میده بعد اون مثلا من اینجا رو یادمه من یه سری منجنیق بود و اونها رو هم بزنیم. خب بریم دیگه هرچی داریم دورتر میشیم. اوکی برگردیم نروم تو. مثلا کلی چست هست من پا نگاه کنیم نشون میده چه چیزایی رو نگرفتی. خب خودمون کجاییم الان؟ خیلی چیزا رو نگرفتیم کلا. ای وای خودمون رو چقدر بد نشیم. منم اومدم دنبالت. حالا کجا هم میرفتیم بالا اعتماد کردم بهت. اشتباه کردی رفیق ناباب توی گولنزجیک. ماشاءالله امیر رونالدینیو. این بالجان بیزاره به عقب همونو برو بالا. این کاری میبینی باریکلا. آره من ددای زیادی قراره بدم. بازم دد دادی اینجا که نمیشه اسب چیز کرد. چه امیر رو بریم توی بازی کری کنیم. کلی خرت و پرت از نگرفتیم مثل که. خیلی خب منجنیقه اگه یادم باشه منجنیق اینجا. آره ایناش باش فرستادش رفت. اصلا نیاز بود داشت. اینا کنم پولی بود که روش بودیم مالا استوری بود. علی آر پی جی. امیر کمک دارن دندونا رو میکنن دیگه بدون من رفتی حقیقتی که نه شبه گذاشتم من که مردم. میرن چیز شبه هامو میزنن کلونا هامو میزنن. کلونا بگم اینا رو شواب هم. اوه دواب که بود ولی حالا ترکی دار. صحبت بخیر آقا همین خسته نباشی. خیلی سریع اومدم نه؟ هیچی نداره؟ زدم همش. بیا اینجا برای لولات فکر کنم یه تیکه میگیری. آره بیا همینجا گرفتم اونو بشتش. اینی که این پایینه اینجا آره زرده. بدون ما گرفتی. واش آقا امیر سطح بالایی منو نشون میده آقا. یه ساعت اون پایینم چست هست نگرفتیم داستانش چیه؟ مپا باز کن. یه آیتم بالا بود. اتفاقی نیفتاد. نشون میدی که اتفاقی نیفتاد. صداش هم نیومد اصلا. نه تو دیدی مهم دیدنه. یکی رو انداختم پایین من. بله اون یه نفر خودت بودی. حالا خیلی خب وایس حالا منم یکی رو انداختم. سطحمون بالاست. من یه بار دیگه واقعا دارک سایل. من یک کل پلی دادم خیلی حال نکردم. نه من ولی 2 باحال بود. 2 آخه 2 میدونی کاراکترش هم خفن تر بود دیگه. مرگو میاره درات و مرگم مثلا تا همون اول کار مثلا با کاراکتر چیز فایت میدی. وار فایت میدی امیر میزنی نصفش. آیا اینو گرفتی؟ چیو؟ من دارم پیش این چیزم دیگه. این دارو اسمش چیه این منجنیقم. کلن افتادی ایزا. این لبه باید بری یه چی بنفشی هم هست. سخت چقدر. کجا هستی؟ نه من اونجا نیستم. کلیده رو داری میگی؟ الان میام. اورانیوس چیکار داری میکنی که درخواست استوریج کاراکتر میدی امیر؟ خط رو خط میشه. همه دکمه ها رو داری میزنی. با بیایی بزنی. آیسا آیسا نگاه کن یاد بگیر. اونجور که تو داری میری با اون سرعت کم. داداش سرعت کم چی؟ حالا برگشتشو خیلی خوب بیایی آقا. حالا بیا
بابا داداش من یه مرد سرعت بالا این مردم مردی. این مرد تو سرعت بالا میبرد ها. شوتی سواری آقا امیر. خب هیچ اولی رو بگیر. اولی رو نگرفتم. همه رو گرفتم. نه آقا کاش که برای جفتمون حساب میکردی. این کارا چیه؟ برای جفتمون حساب میکنه دیگه. من نمیکنه. من هر ستاره گرفتم. خب آخه من نه. من یکی حساب نشده. یعنی من بگیرم به تو هم بده. برو باید زحمت بکش. چی فکر گرفتم. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. بیا یه دونم اینجاست بگیر. خیلی خوب. اینجا بمب است. وای 3 دقیقه. اونو فکر کنم گرفتم. اینو بهتر کنیم. این چرا بالاست نمیتونم بگیرمش. این ترکون اوه من روی چیز است. صندوق است. مسئله اینه که این من رودش. یه دونه دیگه هم باشه. پایین‌تر. پایین‌تره. حاجی به باکس هم رحم نمی‌کنی. پول پیل زیاد. یا امیر لول نزنی روشون امیر. حاجی یکی 2 تا 3 تا. خب وقت هنرنمایی آقا امیره. ببینیم چیکار. نه خوشم اومد امیر. باریکلا امیر. دایره میزنم آقا. این کارو با من نکن. بریم آقا ما هورسمنیم. همه جا باید اسبمون رو بتونیم بیاریم. شما هورس منی دارید. هورسمن. نمک زیاد. نمک فوق‌العاده زیاد. اوه لاتشون اومد. برو بزنش اگر نشون بده لات که. یا هیل ندارم. منم قیفتی جلو مفری کنی ما رو. داداش خب هیلاتو بزن. مگه فلاسک نداری؟ این خیلی خوبه وقتی این اولت فعال میشه برای من. بذار من اون اسکیل اصلی باز شه. او باس فایت الان میاد. باز کیلو چند بابا. این کیه بابا؟ چیه؟ هالوفین؟ بله شروع شد. میگه گت بک. ولی تو باید بری جلو. دمیج بخوری آقا امیر. لول تو بزن. یا RPG رو داری؟ دمیجایی که داره میخوره همش من دارم میزنم. حالی چی بکرد؟ باریکلا. شاید باورت نشه با اینکه میلم هیچ دمیجی نخورد. تو چرا دمیج نخوردی؟ این چیزی که میزد آلیک میگرفتم بلاک میکرد. راستی تو بلاک میکنی با آریک. من با آریک چیکار میکنم؟ هیچ کار خاصی نمیکنم با آریک. با آریک و یکی تیرمو میزنم. با زباره تک و تنها. حالا لول اپ که میکنی بالاخره صفر میشه. تو اچ پیت خیلی زیاد میشه. یه کلیدی اینجا هست. ما نمیشه. ایناش امیر برو اسم. من برم اونور ها. باش. آقا ناراحت نشو. خیلی خوب. با هم در واکنیم. میگه داشمون سمایل فقط منم پشته. میگه ما قبولم نمیکنه. تو قبول نمیکنی. میگه یواشکی نیومدیم. میگه به صورت استراتژیک اومدیم. خب وار خودتی دیگه. نه ثابت کنم. به نظر احمق بودم آفرش قبول نکردم. کیو داره میگه؟ نشنیدی در زدیم. میگه چرا سگای درست. منظورش همین بود دیگه. با تیکینگ و سگای شورا اومدن اینجا. میگه داری در مقابل هیومانیتی و تعادل جهان یه سری کارا انجام میدید. ملاک و سمایل درگیر میشن. ما اومدن بهش اتهام زدن که خیلی گنگ گفت. آره گنگ گفت. آره من نبودم. و آخرش هم ملاک هم حمله کرده بود که زمینا اینو بگیره. به اصطلاح قلعه اینو بگیره. میدونی
Geralt sent us here for a reason. We must discover. یه سمایل هم برای یه کاری ما رو اینجا فرستاده به دلیلی. سیفسون اینجا؟ هم قراره سلاح جدید بگیره. یعنی کی میتونه باشه؟ من بازش کنم بدش به من. چطوری کار میکنی؟ چه سمی؟ وایسا نه من نه این میگیره نمیشه خیلی خوبه. سرعت چیزش کم. همینطوری میره رو انمی ها رو Associate, چرخشی میزنه. you almost sound jealous. صدت نکن. آقا دورزن منم، تو چرا به اینا داشته باشی؟ میفینی آمون بر تو. الان بذارمش رو این بعد بپرم. آره نه نذارش، خودش آردو میاد برات، نیازی نیست بذاریش اینجا. مپش هم که هیچی نداره. بریم چی دروغ میگی. اینو بزن برو راحت باشه. نزدیک بود امیربازی در بیارم. با الوس چیز کنی، سلکت کنی. سلکتش آدم نبود ولی میدونستم همچین حالتیه. یه سری چیزا هم میفروشه ایناش. Samael. میگه اگه اینجا کاری با من ندارین، نمیخواین روحی چیزی بهم بدین چیکار دارین؟ میگه سمایل منو فرستاده دیگه. Horseman, show the right temperament and I can be of service اگه مؤدب باشی میتونم یه سرویس خوبی هم بهتون بدم، to me. ولی اول شما باید به من سرویس بدید. من آقا آقا چرا میخندی میخندی؟ چرا؟ آقا شما چرا میخندی؟ The council does not negotiate. میگه کنسول شورا با شیاطین چیز نمیکنه. چرا آقا نکن. چقدر حرف میگم داره میزنه. میخنده. Has no power here. شورا اینجا قدرتی نداره، Mine, and therefore اینجا مال منه to my rules و همه چی طبق قانونا مره. would prove tragic. منو بکشی Avoid eternity. همینجا میگه اینجا اینجا گیر کلا چیز میکنه. کنی. آره Attention. مال اینه. Isn't my brother's thing. هادو ببینیم. خیلی خب تو شاپش کلید داره، اچ پی داره، Many things. میتونیم اچ پی بخریم 4 تا از اون، ولی به نظر من نگه خب چپتر 1 تمام شد. الان چپتر 2 رو باید شروع کنیم. تو چپتر 1 هم اتفاقاتی که افتاد اینه که کنسول ما رو فرستاد به اون جهنم و رفتیم که ببینیم ساموئل مثلا با لوسیفر دست داره یا نه، که ساموئل هم خیلی به قول امیر گنگ اومد گفت نه من کاری ندارم به این کارا، شما بفرمایید بیرون. ما رو فرستاد تو رلم والگریم. والگریم هم ما رو داره میفرسته پی آرتیفکتش دیگه. اتفاق خاصی نیافتاده فعلا. الان هم داریم میریم تو چپتر 2. یه مقدار لول اپ انجام دادیم. حالا یادم رفت نشونتون بدم، الان سیستمو نشونتون میدم. از والگیریم یه سری چیزا خریدیم. امیر رستش رو آپگرید کرد Yep. و واسه این دیالوگا تمام شه. Let us find Vulgrim's troubling demon. آره میگه تو دانجنیم الان سر. Fact from آره دنبال الان دنبال آرتیفکت والگریمی. آره خب چیزایی که داریم. من اومدم داخل این بخش کریچر کور، این کورایی که رو زمین میافتادن حالت پسیو بهمون میدادن، اینا رو استفاده کردیم. میبینید که زده مثلا اینکریس اتک پاور با 1% 1% و دیگه من این گلوله رو خریدم. این گلوله که نه اصلا کنم این رد و برق رو خریدم از والگریم و امیرم همونطور که میبینید رأسش الان 3 تا شده. خب برویم آقا امیر، اینو برداریم. آکو کجا باید بزنیم؟ میزنیم به اینجا دیگه. اینا میپکن دیوارایی که اینطوری ان میپکن. بچه هم اومدن و برای فایت هم میتونی استفادهشون کنی. آکو این نشون بده. ای انتحاری هم نمیر. اوه خیلی خب وایسا، اینجا دیگه چیزی نداری. این که فعلا تو لول های بالا به دستش میاری، یکی از لول های بازیه. بعدن میشه اومد اینجا رو کلیر کرد. این دیپد راست ها؟ آره اینا رو فکر کنم همون کلیداست که گفتیم. یه سری کلیدا هم که تو بازی گرفتیم اینجا به دردمون میخورن. میتونیم این چستا رو باز کنیم، لوت های خوبی داخلشونه. بعضی وقتا حتی ممکنه گلوله داخلشون باشه یا این چند تایی که امیر روی وپنش میندازه. امیر رو میدوده ها؟ خب بیم شاتو بداد.
اوه به به، همونطور که گفت تیم داد. چی هم داد؟ وایسا 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 وایسا، کجاست بیم شات ما؟ بزن رو اینا ببین چیکار می‌کنه. بیم شات لیزر دیگه. آه چه داد؟ اوه دمیج واجی. الان اینو بیشتر یه دونه جعبه این بالاست. اینجا میارش میدارم، واقعا سختی نمیکشم. بله رسیدی برش. نه لوت اینجا هست. بله یه دونه آیتم ها اینجاست. داشیا لیزر بخورین. بیم شات وقتی این حالت اولتمون کامل بشه این سفید این زیر خفن میزنه ها. ایوی رو میبینی؟ اینا خب حتی یه مقدار زیادی از گوله هم دارم استفاده میکنم. نه منم گوله بردارم، یه گوله اینجا بود. اینجا فکر نکنم بتونیم از اون استفاده کنیم. میگم اینو میشه زد نمیشه زد چیه؟ آه زدمش، آره هیچی زدمش دیگه. این کلیدایی که میگرفتیم به درد اینجا میخوردن. داخل مپ قبلی دنبالشون میگشتیم کلیدا رو. خیلی خب بریم دیگه. یا دیگه چیزی نداره فعلا. اون قسمت ها رو فعلا این سری آیتمی میخواد که بتونیم بازشون کنیم. الکتریسیته یارم تو دهنش تو فنگا. ایویش خیلی خوبه. آره این 3K میارزید. این چیه پایین؟ میشه را؟ کدوم پایین؟ ای آره 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 ای کلید، همین کلیدایی که الان بهتون گفتیم. حتی من مردم. خسته نباشی داره. آها وایسا اولش داریم دیگه. اینجا راه هست اصلا حاجی. وای خدا چه علیکی مردم. اینجا یه راه هست برای برداشتن کلید. اوه Looks like someone was saving up. What does it matter? Our goal is the artifact, not acquiring souls. آقا امیر یعنی چه آقا امیر؟ ما اگه سول نشته باشیم اینا که دندونامونو میکنن. این حرفا چیه؟ هدف مهمه. اینا مهم نیست. گلوری اینترتینمنت تقدیم میکنم. اینو بپوکن. اینو بیپوکن. Think you can hit that crystal from here? Serious question. نگاه منی که هی دارم سول برای شما جمع میکنم. آقا امیر قدان نیستی؟ هی کجا بودی؟ من این لشکره رو داشتم میزدمش. داشتم سول جمع میکردم برات. Why would I give away my location? I would simply smash through the door and face my assailant. You're hopeless. حاجی جوکم نمیگیره لامصب. آی خدایا. Under the grate. Think that's Fulgrim's artifact? آقا مصاب میگه چرا همه چی بهش میگه چرا همه چی رو جوک میبینی؟ میگه اینا جوک نیستن. داشت میگه آقا هی تیکه مینداخت به کانسل اگه لوسیفر خطرناکه چرا ما رو تنهایی میفرستن. این همه داشت مسخره میکرد کانسل و همین شورا رو. بگو چرا همه چی برات مسخره است. همین بیا عالی بری انجام بدیمش. بعد نتونستم بگیرمش. مپ. بعد یارو گفت اینا که جوک نیستن. جوک واقعی میخوای؟ میگه ناک ناک. میگه الان باید بگی کیه تو. هیچ جواب نمیده. میگه باید بگی کیه. میگه چرا باید جا خودم به دشمنم نشون بدم. با کله میرم داخل. لاشی. بیا اینجا کجایی؟ امیر به تو احتیاج داریم. دارم میام. ای وای سوختم. بدم سوختم. داری میمیری. آه این چی بود؟ آردو بود این دسته؟ با چی من میگه؟ آها شوک بود. بعد بترکونشون امیر با او چیزت. نه روشن کن. این دوتا روشن کن. اوکی. بذار اینو تمامش کنم. یه خوبه. بذار اون یکی رو بذارم تو دستم. یعنی ایویه رو نگه رد و برقه رو نگه داشتم.
الان چی شو؟ تلسم اول آرتیفکت ترکید. خب رسیدیم به پارتایی که من خیلی توش ماهرم. امیر پارکور. نه ای خدا. نه خنداری. خودت اومدی خودت هیچ اتفاقی نیفتاده بود تا وقتی که خودت این قضیه رو شروع کردی. من وای حاجی سولو برو اوناریه. دارم میرم. میخوای من برم اون یکی رو؟ اگه از اون نترس که من اومدم. نه نمی ترسم تا وقتی حرف هست آتش فشان رو نمیشه بابا. خیلی خوب اینا رو هم که نداریم باز هیچی نداریم. اینا فهمیدی یا نه؟ من حق با خودت. اینا رو هم نداریم بپوکونیم. رونالدی بابا من چرا این نزدیکی بیفتم پایین. امیر سکسی رو تایی داداش من برم ور. آدم قابل اطمینانی نیستی متاسفانه اینجا. میشه اینجا رسید؟ آره زیرش سکو داره. ندیدم. خاموش اسکردم. خیلی خوب خاموش اسکردم. اما ولم کن. یه خواستم اینم تو هوا چیزی هست یا نه. بله خب فاشا شکست بیم حواست باشه. کجا؟ چلنج انگار ایکس پی میده من نمیبینم. 2 تا زدیم تو علامه سیکه یه چیزی اونجا نشسته بود. یه دونه شو من زدم دیدم. منم یه دونه رو الان زدم. گو 5 تا من ندیدم من انقدر. مهم نیست. یه دونه حالا خیلی مهم نیست. شوت شوت کرد زیرشون. تفنگ میکنه تو دهنش. یکی دیگه اینا. ای نشد. آخ همین جانکو. یا خدا وقتی سفید خیلی خوبه آجی این واسه یایی خیلی. آخه وقتی سفید پر میشه وقتی این سفید پر میشه اصلا اولتشه میدونم آره اصلا خفن میشه. سول کش ها رو زدیم امیر آقا امیر. او چلنجه زدم دیگه. نمیخواستم بگم دارم کری میکنم. بله ریا نباشه کارمون خیلی درست. من خودم تعریف نمیکنم ولی دیگه مثل من نمیاد آقا امیر. توپخانه سیار هستم خواهش میکنم. عالی مینوازی. تمام نشد. الان باس فایت آخرم میاد احتمالاً چپتر زودتر. چپتر قبلی تمام میشه. چپتر قبلی یکم طولانی بود. اوکی آقا امیر شمشیرها رو کشید دیرون. ببین تو یک چطوری لول اپ میشدی امیر؟ قدرت شمشیر رو از دست داده بودی. تو یک هرچی بیشتر میزدی آدم میکشی شمشیرت قوی تر با هر سلاحی بیشتر کار میکردی اون قوی تر میشد. بعد نکن فقط هم دمیج نه ها سرعت رفلکسش مثلا شمشیر لول 4 میشد این بنز میزد. این شبیه باسا چیزه دارک سولزه. این رد و برقه چقدر برای طوله ها خوب بود آجی اومدن انتحاری ها. اصلا خیلی واسه ایایی خوبه. من چیزشو گرفتم. اوکی استیکشو دارم میزنم. خوش بای
لک شدم یه لحظه حاجی. رد و برقه آخر کار امیر نجات هم داد، داشتم میمردم این طولا. بابا این مابایی که زدیم خیلی خوب بود. اینایی که میکشتی یه دونه دیگه گرفت. خب کلی کور گرفتیم حاجی. الان فکر کنم بتونیم کلی خودمون قوی کنیم. میدونی اینو من کی بهش بردم؟ کی بهش پی بردم. ما بازی رو قبلا یه بار اومدیم بازی کنیم، بعد حالا اینترنت ها قطع شد و هر چیزی دیگه نشد و The artifact آرتیفکت پیدا کردم. information. آره کوآپش کار نمیکنه. Man, he should be leading us by the hand. Let us return to چیز خاصی نگفتن، داشتن راجع به برگشتن آرتیفکت صحبت میکردن و من یه ذره خودم سولو اومدم اینو بازی کنم. یهو ما اصلا تا نصف بازی این داستان کریچر کلا رو نمیدونستیم، هی میرفتیم با اسکیل خودمون. آره میذاریم خودی که برگردیم همونم سرویس شد. آره حاجی سر هارد میرفتیم. آپشن نگه دار. چپتر 2 زده بود waiting for party leader دیگه. آره دیگه میدانم، ولی خیلی ممنون از اینکه ویدیو این قسمت رو نگاه کردین. همینجا فعلا تمام میکنیم. با سمایل هم صحبتی نمیکنیم، نگران نباشین. تا قسمت بعدی. بعد خیلی ویدیو گذاشتیم، امیدوارم از این ویدیو حمایت کنین و خوشتون اومده باشه و همین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.